بسم الله الرحمن الرحیم. این پیام برای آقای سیدعلی خامنه‌ای می باشد. آقای سید، 2 سال پیش که من این را گفتم که روی دست من می نوشت، یعنی کشیدن ما خود رو بود، شما رو می برد به باغ دجال. خب 2 سال میگذره. اون موقع اونجا اتفاقات زیادی افتاد. خب شما بررسی کن ببین این مثلا این علم غیب چطور با علم غیب میشه مثلا خبر دروغ رساند، بلکه از منم به شما خبر دروغ میرسانند یا از ملت به شما خبر دروغ میرسانند، یا مثلا کسایی که تا دیروز مخالف شما بودن حالا میاد به اسم مأمور دم در خانه ما